امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان محترم تنگریگولی اتاخالیف را که برای اشتراک در کار جلسه نوبتی کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان عاید به همکاری اقتصادی و تجارتی و علمی و تکنیکی در شهر دوشنبه قرار دارد به حضور پذیرفتند. ضمن صحبت وضع و دورنمای مجموع مناسبت‌های شریکی استراتژی تاجیکستان و ترکمنستان و راه‌های رشد من بعد آنها مورد بررسی قرار گرفت. پیشوای ملت با قناعتمندی جریان رشد مثبت همکاری دو کشور را ذکر کرده با امکانیت‌های بزرگ جهت پیشبرد این روند در بخش‌های گوناگون اقتصاد از جمله تجارت، صنعت، نقلیات و حمل و نقل، اینچنین ساحه کشاورزی توجه ظاهر نمودند. همزمان با گسترش رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری در سمت‌های ورزش و سیاحی، تبادل فرهنگی، علمی و تعلیمی و جوانان اظهار هوسمندی کرده شد. سرور دولت ما اهمیت ادامه کار فعال کمیسیای بین حکومتی را جهت تأمین همکاری ثمربخش دو کشور در این و دیگر سمت‌ها تاکید کردند. همچنین دایر به مسائل نگاه داشتن مکالمه منتظم بین دولتی عاید به تمام مجموع روزنامه دو جانبه و همکاری زیچ در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی تبادل سودمند افکار صورت گرفت.